اگه قرار باشه فقط یه نوع پنیر رو توی خونه درست کنیم، اون پنیر ریکوتاه. بافت خامه‌ای و طعم ملایم و شیرین داره و در بسیاری از غذاها مثل پاستاها و پیتزاها به کار میره. درست کردنش خیلی ساده است. فقط به شیر و اسید نیاز داره. نقش اسید اینه که پروتئین‌های شیر رو اصطلاحاً دلمه کنه. این اسید میتونه ماست، سرکه یا حتی آب لیمو ترش باشه. هرچند سرکه پروتئین‌های شیر رو بهتر دلمه میکنه، اما من طعم اسید ماست رو برای این پنیر بیشتر میپسندم. به هر حال هم خانواده خود شیره. در این رسیپی انتخاب شیر با کیفیت مناسب بیشترین اهمیت رو داره. بهتر از شیر پرچرب کامل غیر هموژنیزه استفاده کنید. البته اسپانسر این ویدیو برند ماشام نیست و من قصد تبلیغ ندارم. اگه به این شیر یا مشابهش دسترسی ندارید، احتمالاً بهترین انتخاب شیرهای کامل سنتی و غیر کارخونه‌ایه. برای شروع اول ماست، شیر و نمک رو با هم میزنم و روی حرارت کم قرار میدم. نکته مهم دیگه اینه که باید صبر داشته باشم. اگه حرارت زیاد کنم پنیر خراب میشه. گهگاه همش میزنم تا حرارت یک نواخت پخش بشه. منتظر میمونم تا شیر آروم آروم شروع به دلمه شدن کنه. در این زمان یه سری حباب خیلی کوچیک هم روی سطح شیر میان. اگه دماسنج دارید، حدوداً در دمای 85 درجه این اتفاق میفته. حواستون باشه شیر نباید به جوش بیاد، چون طعمش رو از دست میده. بعد از اینکه شیر دلمه شد، حرارت رو خاموش میکنم و تقریباً 1 ربع هیچ کاری بهش ندارم. اگه از سرکه استفاده میکنید، بعد از رسیدن به دمای حدود 85 درجه اضافهش کنید، 10 ثانیه هم بزنید و 1 ربع صبر کنید. خب پنیرمون آماده است. به یه پارچه توری تمیز نیاز دارم. اجازه میدم آب پنیر کشیده بشه تا زمانی که بافت مد نظرم برسه. بسته به حجم پنیر ممکنه تا 2 ساعت طول بکشه. در این مدت بهتره در یخچال قرارش بدم. البته برای خروج سریعتر مایع میتونید پارچه رو به این صورت جمع کنید، ولی اصلا فشارش ندید. به این مایع باقی مونده وی مایع یا آب پنیر میگن. در یخچال قرارش بدید. میتونید به جای آب در پخت و پز ازش استفاده کنید. اینم از بافت پنیر من. اگه بیش از حد خوش شده بود، یکم از وی بهش اضافه کنید. برای اینکه بافتش خامه‌ای تر شه، همراه با یکم خامه توی غذاساز میریزم که البته این کار اختیاریه. با این پنیر فوق‌العاده در ویدیوهای بعدی خیلی کار داریم. فعلا یه عصرونه باحال با نون تست و عسل تمدار شده بزنید.